خستم. سال هاست که به این مراسمات نرفتم، اما دوری از این ممکن نیست. بالاخره آن زن حتی اگر کوتاه زمانی لیلی من بوده. کت سیاهم را تنگ کردم و چتر گوشه در را برداشتم و بیرون زدم. جالب است، هرگاه زیبایی میمیرد باران میآید، گویی حتی آسمان هم ناراحت است. به هر حال راه افتادم. تا آنجا مسیری نبود. وقتی رسیدم و وارد سالن شدم، نگاهشان مرا می‌کرد. کاملا میتوانستم تا اینها را حس کنم. انگار درون گوشانم زمزمه میکردند. اهمیتی ندادم و گوشه ایستادم. نفرها آمدن، اما همچنان همه چیز ثابت بود. دسته زار میزدن، دسته خدا ناراحت نشان میدادند و بعضی در گوشه هم میخندیدن. انگار فقط یک دوره همی ساده است. هرچه عقربه ها بیشتر به هم چفت میشدن، تعداد دسته های کمتر و بعضی ها افزوده میشد. ساعتی گذشت، همه بعضی شدن. دیگه سوگواری آنجا نبود. حالا یادم آمد چرا از این مراسم ها بدم می‌آمد. چون به خوبی انسانیت به نمایش در می‌آمد. دستم را درون جیب کتم کردم و تشنه و سیگاری که مانده بود را درآوردم. با فندکی که در جیب شلوارم بود روشنش کردم. دودش این انسانیت را پنهان می‌کرد و خماریش گوش‌هایم را رو به خنده‌های ریزشان می‌بست. بعد از کشیدن چند پوچ از لابلای دودهای خاکستری سیاه پوشی را دیدم که با عصبانیت به سمتم می‌آمد. حرفایش را از اول می‌دانستم. از دیدگاه او سیگار آرامش بخش من مشکل و خنده‌های کثیف آنها عادی بود. پس بدون توجه به حرفایش با تعظیمی رو به تابوت دخترش مکان با ترک کرد. در راه جعبه ای را دیدم که زیر فشار اشک‌های آسمان له شده. درونش طول سگی بود که همان انسان‌های مظلوم مانند دستمالی مصرف شده رهایش کرده بودند. با دیدنش یاد دخترک افتادم. چتر را بالای سرش گرفتم تا به جای او باران مرا خیس کند. هر لحظه یادآوری برایم می‌شد که چرا سال‌هاست تنهایم. جعبه را برداشتم. به همین گونه که فکر می‌کردم آرام آرام به خودم برگشتم.